سلام خدمت همه همراهان گرامی. با یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال از مبتدی تا حرفه‌ای به همراه کارگاه‌های عملی که شما بتونید در اون به صورت ریل معامله کنید و یاد بگیرید که در بازارهای مالی میتونه بورس باشه، فارکس باشه، ارز دیجیتال باشه یا حتی کسانی که میخوان معاملات گندم، شکر، فلزات و غیره انجام بدن، چطوری گلیم خودتون از آب بکشید بیرون و زیان نکنید. من به همراه تیم پشتیبانیمون که کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران هستیم، کارگزار بورس هستیم، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی هستیم. بیش از تقریبا 20 سال در این بازارها فعالیت کردیم، مشاوره سرمایه‌گذاری دادیم و بسیاری کارهای دیگه که طی این سالها انجام دادیم و تجربیات زیادی رو آموختیم. این دوره رو به شما شروع کردیم آموزش دادن تا شما هم از این تجربیات استفاده کنید و در بازار بتونید موفق بشید. حالا در این دوره چه چیزهایی یاد میگیریم؟ ما در این دوره یاد میگیریم که بازارهای مالی چی هستن، کدوم بازار برای ما با توجه به شخصیتمون بهتره، چگونه به این بازارها ورود کنیم، از چه نوع تحلیل استفاده کنیم، تکنیکال، بنیادی یا روانشناسی، حتی تابلوخوانی. اصلا تحلیل تکنیکالی که ما می‌خوایم آموزش بدیم چی هستش؟ توی تحلیل تکنیکال کلاسیک آموزش میدیم یا پرایس اکشن، رگرسیون، اوردر بلاک ها، بازها، انواع اندیکاتور که یاد میدیم، هیدن ها، اف وی جی ها، مدیریت سرمایه، مدیریت حد ضرر، الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک، الگوهای ادامه دهنده، روانشناسی معامله‌گری بازار و کار با نرم افزار رو به صورت جامع از مبتدی تا حرفه‌ای یاد میدیم تا شما بتونید که با استفاده از اینا و ترکیب همه این موارد به یک نتیجه مناسب برسید و بدونید کجای بازار هستید، آیا بخرید یا بفروشید، اصلا چیکار کنید، کدوم بازار در بازارهای مختلف مناسب ورود هست، کدوم ها رو باید خروج کرد و سایر موارد. ما در ادامه بخش‌هایی از سایر تکنیک‌ها مثل مووینگ اوریج، فیبوناچی، الگوهای مختلف و ترکیب روش‌های بالا رو جهت سیگنال گیری و کاهش ریسک معاملات شما بهتون آموزش میدیم. کار با سایت‌های تحلیلی رو آموزش میدیم و جمع‌بندی می‌کنیم تمام موارد بالا رو تا شما بتونید در یک استراتژی معاملاتی به یک معامله ورود یا خروج کنید و بدونید کجا بخرید، کجا بفروشید. نکته مهم این هست که شما حداقل باید 20 الی 30 ساعت از این دوره رو ببینید، تمرین کنید، با پشتیبان ما در ارتباط باشید تا بتونید به یک فرد معامله‌گر تبدیل شوید. یعنی اینجوری هست که ما میایم تیکه‌های مختلف پازل رو بهتون آموزش میدیم، کم کم کنار هم قرار میدیم و در نهایت شما تازه یاد میگیرید که توی بازارهای مالی باید چیکار کنید، دید اقتصادی و نگاه مالی داشته باشید. به خاطر همین توصیه میکنم که آموزش‌ها رو کامل ببینید، ما رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، با ما در ارتباط باشید تا بتونید یک تریدر حرفه‌ای تو تمام بازارهای مالی باشید.